ششم جدی روایت از جانفشانی های یک نسل برای آزادی. 46 سال پیش قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی با عبور از مرزهای شمالی کشور به خاک افغانستان تجاوز کرد. تجاوزی که تاریخ این سرزمین را به دو بخش تقسیم کرد. پیش از 6 جدی سال 1358 و پس از آن. این تجاوز تنها اشغال سرزمین نه، بلکه ویران شدن افغانستان، آوارگی، اشک و خاموش شدن رویاهای هزاران تن بود که جنگ را به جای زندگی و آینده خوب می شناختند. این روز نه تنهایی که برای افغانها بسیار گران تمام شد، افغانستان را برای چند دهه بی ثبات ساخت و دروازه ها را برای مداخلات خارجی باز کرد، بلکه برای خود شوروی هم بسیار خطرناک تمام شد و بالاخره اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید. در این میان افغانستان سرزمین تسلیم شدنی نبود. مردم افغانستان با اراده پولادین، جانفشانی‌های بیمانند و شبیه تاریخ مردمان گذشته این سرزمین در مقابل این تجاوز تا پای جان ایستادند. ایستادگی در برابر یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان کار آسان نه، بلکه بهای سنگین برای مردم افغانستان نیز به دنبال داشت. بیش از 1 میلیون شهید، میلیون‌ها زخمی و معلول و میلیون‌ها مهاجر و آواره از پیامدهای تلخ و از خاطرات ناخوش این رویداد در ذهن‌های هر فرد این کشور و روایت از جانفشانی برای وطن است. 6 جدی 1358 روزی بود که قشون شوروی به افغانستان لشکرکشی کردند و هدفش هم تسخیر افغانستان بود، اما ملت همیشه در صحنه افغانستان نشان دادند که از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب به خاطر حفظ منافع ملی و اسلام حاضر هستند که در مقابل ابرقدرت دنیا ایستاده شوند و مبارزه مسلحانه را ادامه بدن. امارت اسلامی ضمن محکوم کردن تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق بر افغانستان میگوید که این رویداد خساره‌های جبران ناپذیر بر کشور وارد کرده و میلیون‌ها افغان را شهید، معلول و آواره کرده است. امارت اسلامی از شهروندان کشور نیز خواسته تا همواره برای حفظ استقلال، نظام اسلامی و ارزش‌های ملی آماده باشند. اسلامی امارت په داسې حال کې چې زموږ په حریم باندې د پخوانی شوروي اتحاد یرغل یو ځل بیا غندي پر خلکو غږ کوي چې د خپل خاورې د ازادۍ او استقلال د ساتنې لپاره تل چمتو واوسي او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې زموږ د اسلامي نظام عقیده، وطن، ارزښتونو او خلکو پر وړاندې شومې دسیسې او ناسمې ارادې عملي کړي. همزمان با این امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی در مراسم به مناسبت این روز در کابل میگوید که اشغال افغانستان اشتباه بزرگ کشورهای متجاوز بوده و شکست متجاوزان درس عبرت به دیگران است. نو افغانستان که له یوې خوا د امپراتوریو ایدره ده، له بلې خوا یې بیا د سیمې او ګاونډ هېوادو ته هم خیر رسېدلی ده. د افغانستان د مسلمان او مجاهد ولس د قربانۍ په نتیجه کې نور هېوادونه هم آزاد شوي دي، نور هم له جنجال خلاص شوي دي. این رویداد بزرگ تاریخ زخم عمیق بر قلب این سرزمین و مردمان آن بجا گذاشت، زخمی که تا هنوز هم التیام نیافته و پیام آن هر روز زندگی را به چشم مردم این کشور سخت‌تر می‌سازد. سرانجام پس از 1 دهه جنگ قشون سرخ شوروی با شکست سنگین روبرو و مجبور به عقب نشینی شد. عقب نشینی که نه تنها شکست یک ارتش قدرتمند بلکه پیروزی اراده یک ملت بود. ششم جدی ماندگار در تاریخ این سرزمین و پیام برای نسل آینده است تا بدانند آزادی بهای سنگین دارد.